آقا موقعی که به پلیس ازت میخواد که مثلا فلان روز پاشی بری پلیس خونه باشین صحبت کنی به عنوان شاهد، به عنوان خلافکار یا به عنوان کسی که خودش شکایت کرده، دوشکرز نرو بی شرف. آخه تو 25 سالت از بابات بپرسی هنوز؟ الان بعد بچه‌ها از تو بپرسن که بابا الان مثلا من برم مدرسه یا نه، تو خودت هنوز داری از بابات میپرسی؟ بعد ترمین پلیس تو نرفتی که تو دوشکرز داری؟ احمقی؟ یا من احمقم که به جای تو دارم میرم اونجا به عنوان مترجم تو خودت نمیای و منو میگیرم به خاطر این قیافه غلطن؟ تو رو خدای قیافه گوگولی بهش میخوره خلاف کرده باشه؟ 1000 تا فوش هم شنیدیم اونجا، هر کی اومده رد شده گفته نگاه خارجی ها دارن اینجا آلمانو به کثافت میکشن. با بی شرف من خودم دارم اینجا کمکتون میکنم که این خارجی ها خلاف نکنن، چرا فوش میدی؟